با سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز. تو پست قبلی من یه کلیپی رو گذاشته بودم در مورد فعال کردن با ریموت پاور ویندو ماشین X33 کراس. حالا فرق نمیکنه دنده باشه اتومات باشه، هیچ فرقی نمیکنه. دوستان ظاهرا مراجعه کردن به همکاران نتونسته بودن این مورد رو فعال کنن. گفتم حالا یه آموزش تصویری هم بذاریم ببینم. خدمتتون عرض کنم که ببینید این منو نرم افزار دیاگزونه. حالا اجازه بدید من چون کلیپ رو دارم تو خونه تهیه میکنم خدمتتون عرض کنم که ببینید اینجا که وارد میشیم ما چری رو سرچ میکنیم. حالا امکان داره در دستگاه متفاوت این یکم فرق داشته باشه، ولی خب در مجموع یکی، هیچ فرقی نیست. خدمتتون عرض کنم که ببینید اینجا، ببینید این خودرو X33 کراس در اصل، من دستم اشتباهی خورد، خودرو X33 کراس در اصل از این خانواده است، یعنی T21 T21 FL. ولی من با این گزینه ها VCM رو تست کردم، خدمتتون عرض کنم که جواب نمیده. این گزینه VCM رو تست کردم جواب نمیده. حالا شاید رو دستگاه من جواب نمیده، شاید دستگاه دیگه با حالا نرم افزار دیگه همکاران جواب بده. من از این طریق گزینه مومودا 5 از این طریق وارد شدم. تو همین گزینه BSM هیچ فرقی نمیکنه. گزینه اسپشیال فانکشن یعنی کارکرد عملیات ویژه، ببینید این قسمت داره ریموت کنترل ویندوز کانفیگوریشن. اینو که بزنه، حالا بنده خدا، ببینید دو قسمت داره، ویت ریموت ویت اوت ریموت. این بالایی رو که بزنه، ببینید به محضی که اینو بزنه، خدمتتون عرض کنم که تاییدش که کنید دیگه میره برای آن و غیر آن بودنش به همین راحتی. این حالا به اون همکار نشون بدید، شاید یه وقتی مشکلتون حل شد. با تشکر.